تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. داستان رادمردان کوهستان. در مقدمه اثر توجه فرمایید به نگاشته‌های نویسنده خلقی تاجیکستان ستار ترسون. شاعر معروف ما عطامیر خواجه سالهای اخیر به نسل بدیعی نیز روی آورده پس از تألیف چند حکایه و یک قصه مرغوب اینک نخستی رمانی خود را با نام سرای سنگ منظور خواننده می‌گرداند. این اثری دامنه‌دار تاریخی بوده در صحیفه‌های گرم آن زندگی پرمشقت تاجیکان شاهنامه زمین در مسیر سنه‌های 1860 1882 عصر 19 و مبارزه شدید مردم بننگ و ناموس کوهستان علیه ظلم و استبداد حاکمان خودسری دور واضح به قلم آمده است. تا جایی که آگاه هم چنین واقعه‌های تقدیرساز را در ادبیات تاجیک کسی از نویسندگان به تحقیق نگرفته است. هرچند پارچه‌های از حیات ساکنان بدخشان قرن 19 در یاد داشت، فیلمنامه و داستان‌های استاد میرسعید میرشکر در بعضی شعرهای نادر شنبه‌زاده، طلا پولادی در رمان رحیم جلیل شوراب و حکایه‌های فضل‌الدین محمدیف ساز منور و محبت تصویر شدند. اگر فراختر دیدن می‌خواهیم این موضوع مشکل را تنها ادیبان و محققان روز به مثل پاول لوکنیتسکی و اوکمیر اگاخانیانس و دایره تحقیق کشیده در اکتشاف بدیعی هویت، سنت و آیین و بعضی از مخصوصیت‌های اجتماعی مردم پامیر همزمان جهانبینی و جنبه‌های نظررسی عالم باطنی این خلقیت‌ها زحمت شایسته به خرج دادند. باید گفت که تاجیکان بدخشان نیز مانند اهالی هر گوشه و کنار وطن عزیزمان تا رهایی یافتن از فشار مدام سلطنت بیگانگان و به دست آوردن استقلال واقعی تحت پرچم تاجیکستان کنونی دوره‌های بسا سنگین تاریخی را در جریان مبارزه برای نگه داشتن مرز و بوم خویش حتی در تلاش و مهنت و مقاومت زیاد به آرمان زنده ماندن پشت سر گذاشتند. چرخی به امان قسمت مردم ساده‌دل این کشور پرگنج را نه یک بار و دو بار با فاجعه‌های خونین روبرو کرده است، ولی صداقت به اندازه به زادگاه اجدادی، زبان روانپرور و نظافت تمدن آریایی سبب می‌گردید که اراده و متانت ازلی ایشان باز هم شکست ناپذیر بماند. به مثل آنها از خاکستر خانمان سوخته تکرارا زنده می شدند و به سر گونه گونه غاصبان چون سنگ و ترمه کوهستان فرو ریخته تا می توانستند خاک پاک نیاگان را ایمن داشته در مشکل ترین ایام نیز طرز و طریق و رسم و آیین روزگار دیرین خود را از نو برقرار می ساختند. تاریخ شهادت می دهد که در حالتهای نهایت سخت زندگی گویا بدون انتظار قهرمانان پدید آمده فریادرس خلق بیچاره می شدند. زیرا نهانخانه جان هر قوم وقتی از طوفان فلاکتبار زمانه ها می گذرد مسکن فرزندان است که در میان گیروداری حیات و ممات عرض هستی نموده در میدانی از چنگ هلاکت بیرون آوردن همریشه های خیش به یگان تأسف حتی سر به دارهای بلند می دهند. ما اسم شریف رادمردانی را که در سمرقند، بخارا، خوجند، پنجکت، فلغر و استروشن، رشت و اسفره، ختلان و حصار و غیره خطه‌های تاجیک نشین جانبازی کرده‌اند خوب می‌دانید. دیوشتیچ، سپیتامون، تیمور ملیک، وسع، مخنه، ابو مسلم، میرزا رضا، بیبی زینب، چینار اماموف، عبدالقادر محیدینوف، نصرت الله مخزوم و ده‌ها شخصیت دیگر که زندگی عبرت‌آموز بسیاری از آنها زیب آثار علمی و بدیعی نیز بودند. اما تا الحال بجز حیات عزیزخان حاکم و شیرین شاه شاه تیمور از کارنامه چندین دلاور کوهستان بدخشان بدون شنیده ها معلومات نداریم.
عطا میرخواجه در رمان خود صحیفه به صحیفه کوشیده است همین جهت را به تحقیق گیرد. وی سالهای دراز تاریخ بدخشان را از هر پهلو آموخته، چون نتیجه در این اثر سیمای خاطرنشین مبارزان راه حقیقت در شغنان و روشن، سعید فرخشاه، جهانگیر، میرزا عزیز، ملا خیشال، منظرشاه، دارابشاه، خیری محمد را روشن به قلم می‌دهد. در زمان آنها سلاله حاکمان قطغن که در قندوز حکومت داشتند شغنان را به تصرف می‌آورند. بر اثر جنگ‌های بی‌برار آزادی‌خواهی و نااستواری روحانیان محلی در برابر تجاوز رویه‌های گوناگون دین اسلام، نه فقط شغنان و روشن بلکه وخان هم از استقلال خویش محروم می‌گردد. قبیله‌های مغول و ترک تبار عصرها باز در ورارود دوره به دوره تخت و تاج یافته می‌خواستند خلقیت‌های سرگهی دریای پنج را نیز عاقبت به دایره اطاعت بکشند. آنها در نهایت تلاش‌های خونین بدخشان را که هنوز پامیر در حیاتش نبود، بالکل هم نباشد، فتح نموده زیر نظارت قطعی می‌گیرند. لیکن شاهان قطغنی مردم این دیار را در طول حاکمیت خود مدام بد می‌دیدند. در جریان مطالعه رمان بر علا مشاهده میکنیم که چطور عبدالرحیم خان و پسران او محبت خان و یوسف علی خان در راه رسیدن به قدرت نه تنها به تبعه و زیردستان، همچنین به یکدیگر نیز ذره شفقت ندارند. در عین حال پیوسته میکوشند مردم تهجایی از سنت‌های اجدادی دست کشیده هرچه زودتر عرف و عادت آنها را به گردن گیرند. از این رو در حق خلق محلی همه گونه ظلم متعدی را ببرکش روا میدانند. به ناچیزترین بهانه مردم را مبتلای شکنجه کرده، حتی خانه به خانه گشته از سوختار و کشتار نیز روی نمیتابند. خواننده به اختیار گمان میبرد در آن مرز و بوم کسی نیست که شب و روز تحت نظر نوکران بی‌رحم سلطنت نباشد. خلق البته به این جبر و جفاها مراسا کرده نمیتوانست. ننگ و ناموس دین دفاع از رسم و آیین، مسکن و والدین و زن و فرزند، خواه ناخواه شهرمردان کوهستان را به مبارزه ضد شاهان و حاکمان استیلاگر تحریک میدادند. مؤلف رمان بر اساس حجت‌های تاریخ از تخیل بدیعی مؤثر استفاده برده ما را به حادثه‌های رقت‌انگیز شغنان آن عهد سنگین و تلاش و شجاعت خلق از برای آزادی بر حق روبرو می‌سازد. هنگام مطالعه معلوم می‌گردد که کاری نویسنده به همین یک کتاب انجام نمی‌گیرد. حقیقت آن زمانه و مواد دسترس او پهنای هنری فراختر می‌خواهد، به خصوص در صورتی که شاعر استعداد خوبی نگارندگی هم دارد. با وجود این می‌باید تاکید کرد که می‌باید دوستی در جاده ایجاد استواری ما عطا میرخواجه با فصاحت سخنسازی در صنعت نثر بدیعی و مهربانی با اسلوب بیشتر اعتبار می‌دهد. در این امر خیر که زحمتش هرگز انتها ندارد، به ادیب صاحب نظر از صمیم قلب پیروزی می‌خواهیم. ستار ترسون، نویسنده خلق تاجیکستان. شنوندگان گرامی، حالا گفتار ما را از روی سرای سنگ، رمان تاریخی عطا میرخواجه در قرائت مؤلف بشنوید. آغاز گفتار یکم. ارضی بی‌برار. جهانگیر از دربار شاه با طبع خیره برگشت. وقتی که از دروازه قلعه به در آمد، احساس مغشوش پیری تمام بدنش را یک باره فرا گرفت. از 80 گذشته باشد هم تا کنون در رگ و پیوندش خون پهلوانی از جوش نمانده است. اما سخنان تند و تحقیرآمیز محبت خان گذشته از این به زمین زدن آبروی پهلوان سال خورده وجود جهانگیر را در هم شکست. گویا از تاریکو بنا خواست سنگ عظیم کنده شده به سرش زد و استخوان‌های او را ریزه ریزه کرد. حالا جنگ و میدانداری مرا شکست نداد مگر زبان بد این پدرکش خونخوار. تا رسیدن به خانه چند بار زیر لب تکرار کرد جهانگیر و با قدم‌های وزنین به حولی در آمد. میرزا عزیز که در بالای درخت توت میخورد بابایش را
دیده فریاد زد: بابا جان آمد، چه خوبه! و خود را به زمین پرتافته به پیشوازش دوید. با تو چی شد بابا جان؟ افزای پریشان و قامت یکباره خمیده بابا خوشحالی نبیره را در زمان ناپدید ساخت. جهانگیر دست به سر نبیره اش برده آن را سیله کنان گفت: بچم بابات پیر شد. 2 قطره اشک سوزان بر رخسارش دویدند و روی ریش درازش میلت شاریده بر روی نبیره‌اش چکیدند. از باغ پس خانه صدای میرزا عزیز را شنیده قاضی دورق و همراهانش به نزد بابا و نبیره رسیدند. پهلوان رنگ بین و حال پرس. برابر رسیدن گفت قاضی با آواز لرزان: معلوم که تو را هم روی خاطر نکرد. جهانگیر از جگر آه پردرد برآورد و سرش چرخ زد. کلوید. همراهان قاضی دورق زیر بغلش در آمدند و او را به ایوان برده بالای پلاس خواباندند. میرزا عزیز از حال بابایش سخت ترسیده گمان کرد که او هم مثل پدر و عمکش مرد. دامن گریه را سر داده بود که قاضی گفت: میرزا بچم غوغا نکن، بابات زنده و سلامت است، زود آب بیار. میرزا عزیز جانب جوی دوید و در کوزچه آب آورد. قاضی به همراهانش اشاره کرد که بیرون برآیند. وقتی آنها ایوان را خالی نمودند، او با بیگ به جهانگیر آب نوشاند و نیمشنوا به خواندن آیه از قرآن شروع کرد. میرزا عزیز با چشمان پر اشک به چهره از غایت پیری چوکیده و بیرنگ قاضی دورق نگاه کرده منظره روز جنازه عمکش پیش نظر پدید آمد. آن روز هم همین قاضی دورق جسد عمکش محمد عظیم را تکفین نمود. تلاوت دعا کرد و مردان غمزده بلابه و زاری میرزا عزیز و موکنی و رویکنی زنان نگاه نکرده عمکش را به گورستان بردند. چه حال بدی داشت میرزا عزیز آن روز. عمک پهلوانش به جنگ رفت و 1 هفته پس مرده اش را به اسب بار کرده آوردند. نه او نه یگان کس دیگر باور نداشت محمد عظیم را که سرلشکر شاه شغنان بود و زیر قدمش زمین میلرزید کشته باشند. کهنسالان هرچند مانع گشتند، میرزا عزیز بر جسد عمک پهلوی مادر و مامایش نشست و از جگر بریان سرشک خونین ریخت. مادر گاه به یاد شوهر جوان مرگش محمد نسیم که میرزا عزیز هنوز تولد نشده در کدام جنگ جان باخته بود و گاه بر نعش برادرشوی آرمانیش نوحه جانگزار میکشید. جثه بزرگ، چهره زرد آرام و با صلابت، ریش سیاه شیرازه و لبان نیموای مایل و تبسم عمک 1 عمر در یادش نقش بستند. مادرش تند در آمد و میرزا عزیز را از بند خیالات مشوش بدر آورد. تقا با پدرم چی شد؟ پرسید عزیز ما با آواز لرزان و منتظر جواب نشده به سر خسورش آمد. سله و تاقی او را گرفت و تکسری زیر سرش گذاشته چادر بالایش پرتافت. قاضی دورق دعاخانه‌اش را نشکست. جهانگیر نفس عمیقی کشید و نیمخیز شد. دخترم همیانم را بیار. عزیز ما از خانه همیان کهنه 3 کنجه برآورده به خسورش داد و بیرون برآمد و پسرش را تاکید کرد: بچم سر بابات حاضر باش. میرزا عزیز به بابایش نزدیکتر آمد، 2 زانو زد و منتظر امر او شد. قاضی دورق تلاوت را تمام کرد و گفت: پهلوان، خدا خواهد شدت دردت پس سر شد. اگر داروی داشته باشی بخور. جهانگیر همیان را باز کرد، حب علفی برآورده بین 2 انگشتش مالش داد و زیر زبان پرتافت. سراسیمه نشده آن را خاییده فرو برد و گفت: میرزا جماعت را دعوت کن. میرزا عزیز 7 نفر همراهان قاضی دورق را به ایوان در آورد و خود در کنجی نشست. گپم با شاه نپخت برادران. گفتمش که بندیان گناه ندارند، نه پسران قاضی دورق، نه مذهب شاه و پسرش محمد ضیا، نه دیگران. گفتم که اینها همه شب و روز در غم خلق و آبادی مملکتند.
دعای جان تو را میکنند. کسی گفته باشد که به جانت سوء قصد کردنی اند، از دشمنی گفته نه از دوستی. به حق خداوند، به حق دو پسر شهیدم که برای سلطنت تو جانشان را قربانی نمودند، خون این بیگناهان را بر من ببخش. اما دل محبت خان ذره نرم نشد، برعکس تازیانه دستش را بر تخت زد و گفت: ای جهانگیر، زمان تو گذشت، تو دیگر به درد کسی نمیخوری. اگر ارواح پسرت را پیش من آورده باشی، بدان که امروز لشکرم صدها محمد عظیم دارد که جواب دشمنان ملک شغنان را 10 مرتبه از او بیشتر میدهند. این منافقان بداندیش را فردا خودم یک یک میپرانم. برو و شکر بگو که برای گستاخیت تو را گردن نزدم. بغض پیرمرد را گلوگیر کرد، دیگر گپ زده نتوانست. دگریز جوانمرد تهمیوی 2 دست به سر زد و گفت: دریغ، هزاران دریغ که محمد عظیم نیست. نباشد این ترک رهگم چنین تند نمی آمد. یک سایه او بس بود که محبت خان پا را به اندازه گلیمش دراز کند. این اثنا آواز جارچی شاه از تگ دروازه به گوش رسید: فردا نیمروزی در سرای سنگ آسیان دولت را قتل می کنند. شاه امر کرده است که از خرد تا بزرگ در معرکه حاضر باشند. چاپار گذشته رفت. مایوسی و ناامیدی چون کار بر دل و جگر حاضرین خلید. شب به مهتاب دیه را زیر چادر سیاه گرفت. نجات از اولچکی. از زمان میرزا عزیز خود را شناخته است در دیهه‌شان بخشار که قلعه بحرپنجه در آنجا واقع است. زود زود زد و خورد بیدادگری کشمکش روی میداد و عمک و بابایش در آنها اشتراک میکردند. عقل میرزا عزیز هیچ نمیگرفت که برای چه آدمان همدیگر را میزنند، حقارت و دشنام میدهند، حتی میکشند. به این کلان سالان چی نمیرسد؟ سؤال میداد به خود کودک دنیا بی خبر و جواب نیافته باز از پی مشغولیت های طفلیش دنیا را فراموش میکرد. یک روز دختر همسایه‌شان عمک میرهزار را 2 مرد پارسیگو از خانه‌اش به زور کشاله کرده بردند. به سوال او مادرش کوتاهک چنین جواب داد: گلبیگیم را برای بدخشی‌ها اولچکی کردند و تمام، نه شرح نه تفسیری. این بدخشی‌ها کیستند که بچه‌های مردم را بدون پرسش میبرند؟ میرزا عزیز میشنید که نه تنها دختران بلکه پسران را هم امان نمیدادند. آنها بچه‌های مردم را برای چی اینقدر جمع میکرده باشند؟ برای چی مردهای بزبله دیهه‌شان پیش راه این بیداد را نمیگیرند؟ یک روز قریب خودش را اولچکی میکردند. چند سال پیش مادرش او را به دیهه دیمرغان به خانه دختر عمه‌اش توتچینی برد. گشت روز کلانسالان از گرمی آفتاب تموز به کپه‌های لب رودخانه پناه بردند. میرزا عزیز همراه بچه‌های دیهه روز شبکان بازی میکرد. بناخواست مردی خرکی قطمه پوش پیدا شد. او در نزد باغ ایستاد، خورجینش را باز کرد و یک کلقند برف بر این سفید را برآورده گفت: کسی اول به نزد من برسد قند از آن وی می شود. همه جانب مرد دویدند. میرزا عزیز اول رسید. خواست قند را از بالای دیوار چنگ زده گیرد که مرد پیش دستی کرده آن را گرفت و گفت: همتون صف بکشید، من با تنتنه قند را به این اندوال توفه میکنم. بچه ها زود صف کشیدند. مرد قطمه پوش از خورجین نوده برآورد، نان را به تن هر بچه رسانده صف را زود گذشت و گفت: بارک الله، اگر سر چوب دستم کلاهک پیدا شود همه شما آدمان خوشبخت می شوید. و چوب دست را از تگ شکم خرش گذرانده و بچه ها نشان داد. در سر چوب دست کلاهک سیاه پیدا شده بود.
بچه ها از خرسندی تاقیشان را به آسمان پرتافتند. مرد قند را به بچه داد و گفت قند را شما بین خود تقسیم کرده خورید. من این اندوال غالب را تا آخر دیه برده می آرم. میرزا عزیز که از غالب آمدن و تعریف شنیدن در پیش بچه ها شیرک شده بود به خر نشست. مرد زود سوار شد و خر را دواند. دیه به آخر رسید. خر به دشت بی آدم برآمد، ولی مردک گشت آن را سست نمی کرد. دل میرزا عزیز ته کشید. خواست لجام خر را بکشد، اما مرد به دستهایش زد و خر را تیزتر راند. برعکس بچه را به سینه خود جفت کرد که نجنبد. میرزا عزیز یقین کرد که مرد او را دزدیدنی است. هر دو دستش را بالا برد و به گردن مرد حلقه کرد و از حول جان چنان زور زد که هر دو از بالای خر سرازیر شدند. میرزا عزیز راست بالای سینه مرد افتید و زود برخاست و راه گریز را پیش گرفت. به دیه رسید که مادر و عمه هراسان دچارش آمدند. او جیگرم میرزای عزیزم، جانم به قربانت، تو را کجا بردند؟ میرزا عزیز از شدت هیجان اشاره جانب دشت کرد و خود را به آغوش مادر زد. روز دیگر خبر آمد که آن خرکه برای شاه پسران و دختران نورست می جسته است. هنگام از خر افتیدن سرش به سنگ زده از هوش رفته است. بعد به هوش آمدن به زور خود را به دیه نزدیکتری رسانده بستری شده است. وقتی اهل دیه فهمیدند که میرزا عزیز 9 ساله گلچکیدار را از خر غلطانده است، همگی انگشت حیرت گزیدند. اما قد و بست و تن و توش غیرعادی از نیروی فوق‌العاده داشتن او شهادت می‌دادند. به این سبب مردم به این گپ نه تنها باور، بلکه آن را با رنگ و پردازهای مبالغه‌آمیز در تمام وادی پهن کردند. غضب شاه. محبت خان اون روز تا یک پاس شب به سر هر کسی که نزدش می در آمد دوغ می زد. به هر سخن ناچیز خورده می گرفت. نیم شب امر کرد که آقسخال دیهه بخشار اسحاق را حاضر کنند. تا آمدن آقسخال محبت خان مثل مرغ پاسوخته حجره‌اش را چند بار دفع زده به یاورش فرمود که چلیمش را از چرس پر کند. تا به آخر رسیدن چرس آقسخال هم رسید و پیش در ایستاده سلام کرد. شاه سلامش را علیک نگرفته بانگ زد. تو یک سگ دیدوی بودی با نام ساقک. آیا من تو را آقسخال اسحاق نکردم؟ من به توی روسیا منصب و جاه و جلال بخشیدم. تو را از درون وحل به کوه عمل کشیدم. سپاس تو عاقبت به نیکی های من این است که خویش و تبارت در پی کشتن من شوند. آیا تو خبر نداشتی؟ آیا نمیدانستی که قاضی دوروق فاسق بر ضد من شورش آماده کرد؟ جواب ده رذیل سیاه بخت. اسحاق با سر خم گفت شاهم، سوگند به نام پروردگار، تصدق جد بزرگ تو که نه دوران قدم نه کسی دیگر به مقابلت عمل بد صادر نکرده. اوهو، کدام یک دوران قدم هم همراهشان بوده است؟ این سگ بچه کیست؟ قاضی شاهم، نام اصلی قاضی دوران قدم است. دوران قدم، دوروق، روباه پیر، صحیح‌ترش سگ با وفای پدرم عبدالرحیم خان. نامشان را شنیدن نمیخواهم. شاه با غضب قمچین بر پشت آقسخال زد. آقسخال دندان به دندان مونده طاقت کرد و گفت شاهم، من دروغ گفته نمیتوانم. یگان ساکن بخشار به شما یاغی نگشته است. بله، در این مملکت تنها یک نفر، شاه محبت خان دروغ میگوید. باقی همه مومنان مستحقند. در اندام اسحاق لرزه افتاد. فردا آسیان را خودت تیر میزنی، اعلان کرد شاه. برای آقسخال این امر از ضربه قمچین جانکاهتر بود. رنگش کند، پشتش به جراح زد. شاهم، چون این کار از دستم نمی آید. بهتر آن است که مرا هم بکشی.
محبت خان چیزی گفتنی شد، اما از رایش برگشت. قمچین را به پیخ‌های گلدوزیش زده کمی فکر کرد و گفت: سستی شما شغنی‌ها این است که کشته نمی‌توانید. خوب، من برایت سپارش دیگری دارم. 1 هفته پس اهل اولاد آسیان را به فیض‌آباد میبری و میفروشی. نرخ هر یک نفر را شخصا خودم معین میکنم. اکنون برو که خسته شدم. اقصخال چابک به در رفت. یاور با چلم درگیرانده به آواز وارد شد و آن را به شاه دراز کرد. محبت خان پی هم 3 قلاب ژرف گرفت و روی بالشت یک پهلو زد. چشمانش خمار، عصبهایش آرام شدند. پیش از آن که خواب بر او غلبه کند، چلمدار را آگاه کرد: بانک، سالار و ایجب را تاکید کن، کمانها را آماده سازند. شنوندگان گرامی، شما گفتار را از روی سرای سنگ رمان تاریخی عطا میرخواجه در قرائت مؤلف شنیدید. انجام گفتار یکم. برنامه را برایتان کارگردان زبیده محمد آماده و پخش کردند. شاد باشید.